بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با سرخط چندی از خبر و گزارش هایی که تا 3 ساعت دیگر تقدیم شما می شود. با علت تکنیکی نتوانستیم امروز سری وقت شما را در جریان بگذاریم، اما هنوز هم فرصت هست و امروز درباره آن صحبت می کنیم که چگونه در تاجیکستان دستور برای از نو ثبت کردن سیم کارت ها و با شناسنامه های نو بعضی از مردم را عصبانی و ناراضی کرده است. اولی همین ماه حکومت معیارهای نوی ثبت سیم کارت ها را تعیین کرد و بر اساس آن باید آنهایی که شناسنامه نوی سال 2014 ندارند اول شناسنامه نو بگیرند، بعد سیم کارتشان را از نو به نام خود ثبت کنند. اگر این کار را نکنند از استفاده سیم کارتشان محروم می شوند. مردم چه میگویند و برای چه عصبانی هستند؟ منتظر باشید، در برنامه گزارشی را در این باره تا کمتر از 3 ساعت دیگر تقدیم میکنیم. از مسائل بین المللی هم گزارش داریم، صحبت میکنیم و درباره ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی. دونالد ترامپ در ملاقاتش با کیم جونگ اون تحریمات آمریکا به ضد آن کشور را بحث کرده است و خود دونالد ترامپ گفت که مسئله اساسی در صحبت نیز تحریمات آمریکا بود. دونالد ترامپ بعد از انجام ملاقات که بی نتیجه انجام یافته است گفت کره شمالی خواست آمریکا همه تحریمات اقتصادی به ضد پخینیان را از بین بردارد، کاری که به گفته دونالد ترامپ آمریکا نمیتواند حالا انجام دهد. دو رهبر در شهر هانوی پایتخت ویتنام گفتگو کردند و جزئیات در ادامه برنامه تقدیم می شود. از تاجیکستان صحبت داریم و خبری درباره یک زن 32 ساله از ناحیه قبادیان که میگوید از سوریه به تاجیکستان برگشت. فرنگیز تاشمتوی 32 ساله با 3 فرزندش 2 ماه پیشتر از ترکیه به تاجیکستان آمده است و میگوید از زیر دست جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی و یا داعش فرار کرد. همکاران ما در ولایت ختلان به نزد این زن رفتند و صحبتی او را برای ما و شما فرستادند. صحبت دیگری که داریم ادعای یک ساکن دوشنبه است که میگوید پدپلکانیک فرهاد نورخانوف افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه که حالا در بازداشت است، او و اعضای خانواده‌اش را بیرحمانه عذاب و شکنجه داده پول زیادی از آنها گرفته است. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتوکاوی جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه اولی همین ماه دستگیر شد و او به شکنجه یک ساکن دیگری پایتخت حمزه صالحوف متهم شود. فرصت که دست داد صحبت دیگری را درباره پرونده این افسر بازداشت شده خواهیم دید. به کشورهای همسایه هم می رویم و به قرقیزستان که 10 نفر از کودکان یک دهه در ولایت نورین این کشور هر روز 7 کیلومتر راه را طی می کنند تا به مکتب بروند و دانش آموزند. اگر در بهار به مکتب زودتر می رسند اما در زمستان سرد اینجا هر روز با عذاب خود را به مکتب می رسانند و یا عموما نمی روند. مشکلاتی که بعضی از روستاهای تاجیکستان هم دارند و گزارش خوبی را در برنامه خبری تقدیم شما خواهیم کرد. و یک خبری جالب داریم. طبیبان یک کودک را که برابر به یک پنجه دست هم نبود بعد از چند ماه نگاهبین از شفاخانه جواب دادند. این طفل که فقط 268 گرم وزن داشت و زنده به دنیا آمد در این مدت به قدر کافی وزن گرفته است و حالا خودش مستقلانه خوراک میخورد. عادتا کودکانی که وزن کمتر از 1 کیلو دارند زنده نمیمانند. و طبیبان چگونه میسر شده است چون این طفل را زنده نگه دارند در برنامه خبری خواهیم گفت و طور میدانید برنامه تا کمتر از 3 ساعت دیگر شروع می شود. ما را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب در صفحه azadi.org تماشا کنید و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نیز برنامه مستقیم نشر می شود.